سلام. در این ویدیو خواستم در مورد بحث دیتابیس صحبت کنم. و ویدیو بیشتر آکادمیکه، احتمالاً که من حوصله سر هرم فقط دیگه که من تعمق چون بحث آکادمیک پر مهمه دقیقه بزنن اگر اونا نزنن داشتن نکن هرن دیولوب کن هرن چه بگم بره بزنن تا جای که استفاده کنن. ام حوزه در مورد دیتابیس گپ کنم. ما قبلا گفتنی ام در حوزه کلا در مورد دات کور گپ کنیم. دات کور در واقع گره دیتابیس وصل به دیتای ذخیره کنم. سالمون گفتنی که ما در مورد دیتابیس گپ کنیم. چه جوری واقعا مباحث خدمات خود دات کور ادامه دادیم. خب اصلا دیتابیس چیه؟ هم در مالپره مختلف انا مالپره آمازون مالپره نظام گلک مالپر داره اویده در واقع کار انجام دادن شاپینگ هر چیزی که هست دارن انجام دادن خب با اطلاعات و ناوی و هر چیزی ناوی پروداکتی که کردن هر چیزی در گره سیو بوده کل در سیو بوده از دراجه در دیتابیس اگر ما در واقع ویندوز کار کنم او اس ویندوز کار کنم فایل تکست چه کنی الان یه سری اطلاعات ذخیره کنی خب با اطلاعات فایل پرشن که ماندگار دارید خب بهتره در ایدن ذخیره کنی به استراکچر بود به ساختار بود استراکچر دار بود تا شکل ذخیره کنی مثلا ما پس هم بودن مشکل چی هم مشکل با دیتا که در ذخیره کنی روی مختلفه ارت فایل ذخیره کنی ارت در مختلف دیگه ذخیره کنی گفتم بهترین روشه به ارت دیتابیس ذخیره کنی که من خود اصلا بدونید خود دیتابیس چیه. دیتابیس در واقع طوری که اجی معلومه در واقع استفاده و تو اما در واقع اینفورمیشن سیف کنی راحت اشار مدیریت کنی خیلی راحت اشار دسترسی پیدا کنی خیلی راحت به شکل همین دسترسی پیدا کنی هم بخوازنی البته اگر فایل تکست فایل ذخیره کنی البته در ایدن ذخیره کنی راحت اشار نکنی چون فایل در نیستنی ای فایل دیتا ایدن هست دیتا هست راحت اشار نوکی دسترسی پیدا کنی پس بهتره در ذخیره با که راحت استراکچر خواهد تو اشار کنی راحت هم بخوازنی اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم. خب مزایای در واقع بنفیت در واقع خود دیتابیس چیه؟ حالا در مورد تایپ دیتابیس گپ نکنیم کل دیتابیس مزایای خانه دیتا اینتگریشن در واقع بحث اکثر دیتابیس و مباحث امنیتی و سکیوریتی داخلی هست اونا توش در واقع الزام خود دیتابیس که مثلا یوزر تعریف کی پرمیشن تعریف کی یا کی اوی دیتا دست چون دیتا تک توش بیس هر ارگانیزیشن است پر مهمه پس که حرکت دسترسی خاطر نه کسی که واقعا چیه دسترسی خواهش نه که راحت آپدیت که فکر کنید بانکینگ انگاری نظام شاپینگ انگاری یه بیاد تو چارت پیدا کنی به دیتا عوض کرد کویتی داره پس هر کسی گر نباید دسترسی خواهد راحت کسی دیتا چون مهم است کسی دونه نه عشان گر دیتا دسترسی خاطر نه به اطلاعات کل بینا و نه پس دیتا بستن که در واقع بحث اونا بحثنا گر هندل کنم که اکثر دیتابیس ها اونا کار نکن و بحث مباحث دنجی در واقع مهمه پس از در خواستم در مورد با در واقع مزایا در واقع گپ کنم بعد در مورد سازگاری دیتا در واقع دیتا ذخیره کردن مطمئنا دیتا درست ذخیره یا دیتا نظام اصلا در مختلف داخل ذخیره کنی یک پارچه دیتا خیلی مهمه اگر سیستم خراب دیتا کلا بین نرم نه
مهمه و در واقع بحث reduction of data redundancy که هوا مثلا الان فارسی دیجن کاهش افزونگی دیتا ها حالا اما انگلیسی به کاربینی بهتره خب در واقع هم گره بحث در واقع وناجی در واقع کاهش افزونگی دیتا گد یونا مثلا ان در ذخیره بود خب اونا هسته ما جمعنا گره هوا پس اینتگریشنی سکیوریتی کانسنسیوی و ریدکشن آف دیتا ریدانسی دقت کی انا میگم مهمه بنا جزء مزایای و بنفیت دیتابیس منظورم و مهمه که منظورم که اما ادونا توشتانانی پس که دلیل ادشون هم توشتانانی که هنی مثلا دیتابیس استفاده کنیم بس کلا بس راحت اشیا که کوری بخونی راحت اشیا که مثلا تو خیلی راحت اشیا که کوری بخونی مثلا قارت فالتکس میلیون میلیارد گلک دیتا برای راحت اشیا که پیدا کی موقع دیتابیس استفاده کنی راحت اشیا که دو تا تی اس کیو بخونی دو تا کوری بخونی دیتا پیدا کی پس بناش مهم مجید در واقع بحث همزمان بحث کانکورنسی فکر همزمان اون دخوازی هر این شاپینگ گرفته مثل بلک فرایدی که کل وجود این اساس سایت مال پره دخوازن شاپینگ بکنن دخوازن پروداکت بکنن ارتباط شاپینگ پروداکتی خبر بکنن یا همزمان کانکورنسی کل یوزر تده پس بنای دیتا بسیار هندل لگن هم گه دیتا نا یو بکاپ بگرنی یو بکاپ بگرنی اگه یو برق شوف یو نظام تشتای شوف دیتا ما بین هم نره یو پس بحث بکاپ مهم است سال من سراغ دیتا بیس بنا اونم از بحث اسکیل بودن مهمه در واقع بحث و مباحث بحث دیتا آنالیز و اون شونه مهمه پر بحث درش نکنیم فقط چرا ساشه الان سراغ دیتابیس مثلا که بلا مباحث ها هر کم سراغ دیتابیس چون سراغ تکس فایل هستن تکس فایل دیتا ذخیره کنیم پس سراغ یه سری در واقع توی پایه دیتابیس گپ کنیم همه ها در بحث داریم اول کل دیتابیس معمولا توی فنه اسم تیبل حالا یا کالکشن تیبل بنا شما خانه پس ما دیتابیس خانه دیتابیس اشتك انت تیبل خواهم تیبل مثلا فكرت سكول اسکولک یونیورسیتیک اما وزن دیتا یونیورسیتی داگرنی اطلاع در واقع اینفورمیشن ماموستان اینفورمیشن کورسان زانینگان اونا کل داگر میده هر کی اونا کلاشن در ذخیره قاطی اونا ده پس هم مجموع اونا دیتا در مختلف ذخیره کنی بنا مباحثان اصلا نشون تیبل هم تیبل ماموستان از تیبل کورسان فرق کرده خب اونا دو تا تیبل در واقع فرق از هفت مثلا کارمنده بی زانینگه مثلا کارمنده اداره کار دکن داره دنیز گپ کار دکن انا چی فرق کنه انا تیبل ایدن ما تیبل مختلف خانه پس ما دیتابیس خانه و تیبل خانه تو می تیبلش هر در واقع تیبلی که خانه از اون که تیبل ماموستان نابخ فرمیلی خ نظامنا اونا امنا اجن اصطلاح کالم خود کالم هر تیبل متوسط توش که ماهیتی خواهد متوسط چیز خواهد کالم مختلف خواهد در واقع کالم مختلف خواهد هر اطلاعاتی که بیان ذخیره کنی مثلا در واقع ما مثل علی ذخیره کنی ما مثل نظام محمد ذخیره کنی ما مثل مثلا مختلف ذخیره کنی بنا هر کی جان در واقع ماموسه هیمن ذخیره کنیم اونا گلک ماموسه هم ندخوام مثلا کوچک رو ذخیره کنیم اونا
گەلە مامۆستانەدا مامۆستان مختلف مثل زانینگەیەمانە پس بنا هەرکێ ئەمنا دەبێژن ڕێکۆرد یا ڕوو خب تشتێ دنێ ئەم هەر جدولێک تشتێ هەر ڕۆیێ هەر ڕێکۆردێک تشتێ یونیکی خەوە ئەساوی ناستنی ئەساوی ناست مثلا کد ناشنال آیدی بی مثلا تشتێک هەوە کە مشخص که هویتی بوده اولی جن سرنجان کی ایندکس باید که فکر مثلا من گلک دیتا خانی خواه دیتا جور و جور خانی خواه و دیتا هم مثلا دیتا کل ماموستان مثال بجم ماموستان خواه اما از ماموسته علی نی محمد نی من ماموسته مختلفات دیتا پر رده گرد تشتک هوا دیتا که ذخیره بود بس ساختار اگه اساس ساختار ذخیره بود مثلا پس فکر ارته لایبرری گله پرتوک خانی ارته لایبرری پرتوک مختلف خواهم من پرتوکانا ارته لایبرری کتابخانه که چونه تماش تکنه کل معلوم است مثلا که رمان درکه پرتوک رمان درکه پرتوک نظام دیروک درکه پرتوک مختلف در مختلف نات به صورت فیزیکی مرتب دارن اوردر دارن خب راحت اشکی پیدا کی و مثلا من کارم به ایندکس انجام دیتا به صورت مرتب صورت در دو که راحت هر موقع بخوادن راحت آقا علی پیدا کنه راحت علی پیدا کنه محمد آقا پیدا کنه محمد پیدا کنه هر چیزی من آقا راحت اشکنه پیدا کنی راحت ایندکس حالا در مورد ویوژ در واقع فکر نکنم ویو ساختار متفاوته مثلا به صورت در واقع ویرچوال تیبل هم الان کانسپت خیلی شاید در مورد دیتابیس پر گپ نکردنی ویو پر دیتا نام است راقی انشالله هنوز دیتابیس که ما گپ کردیم نشون که گپ تکنیم اما سر پروژه جواره اما سری دستوران که دستور خاصی مستقیم بنویسین عشان نداره که اون دستور پروژه داخل مش پروگرام نگم تریگر پروگرام نگم فقط کلی بریم تریگر عملیاتی که چیزی که اکشن که ام قبل یا بعد مثلا دیتابیس دیتا ارژنی قبل یا بعد تریگر ما اره کرد ما کار دکه دیتا مثلا دیتا تو ما مسترجان هم دیتا در نجا پر استفاده نه پر توصیه نکن اسکیماس چیه هم در حاضر مثلا تیبل مختلف هستند خب مثلا تو یونیورسیتی بفکری یونیورسیتی یه سری جدول 4 تیبل هستند اونا دقیقاً مرتبط به هم مثلا یه سری مثلا 4 تیبل دارن هم مرتبط به هم ها کاتگوری مرتبط اون تو اسکیما دیاگرام که خیلی عمومی و در واقع عمومی استفاده دیتا تا نوع بیاد مثلا ام ناوی ماموسا استرینگ ده مشخصه سر رشته استرینگ مثلا شما مقایله بیجی مثلا چیه حالا شما مثلا چیه اگه استرینگ هم ماهیت یا دوست عدد هم استرینگ مثلا ببینیم چیه مثلا شماره مثلا شماره مثلا این تبا دیتا تایپ ها مهمه انتخاب کنه دیتا تایپ هم مهمه خب من سراغ بحث بعدی بحث من چند کدوم جور به جور من دیتابیس خانی دو تا کاتگوری مهم دیتابیس خانیم لحاظ افزار اونا گودوبیش بکنیم دیتابیس اسم دیتابیس ها ریلیشنال یعنی چه هم دیتا ارته در واقع تیبل روی خواه به صورت استراکچر مشخص استراکچر داره استفاده کنه و یه سری مباحث اسید بنا پشتیبانی کنه حالا در مورد اسید داره گپ بزنیم خب مثل موارد در واقع اسید پشتیبانی کنه سراغ دیتا پس اونا که استراکچر خانه تیبل روی اونا استراکچر خانه هستن گفتم جدول ماموسه در واقع فیلی ده تا فیل خواهد مثلا ماموسا نو خواهد فامیلی خواهد فلان خواهد اما اسکیولا نکنه امکان خواهد رو نیم فامیلی خواهد روی بعد نیم فامیلی مثلا نظانم نام برجی خواهد اونا پیش فرق دکم در واقع
نو اسکیول پس ما سری ریلیشن ها خانیده نو اسکیول خانی نو اسکیول هاش گلکن پروژه مثلا مونگو خانی ردیس خانی کاساندرا خانی اونها بر اساس ساختاره فرق دارن. اما در مورد RDBMS هم گپ کنیم. کدوم RDBMS ها در واقع دیتابیس اینه که به صورت تیبلی نه، حتی تیبلی تعداد کالمی مشخصه یا بعد روبرویجی تعداد کالمی فرد نه متفاوت نه سالمونه در واقع اونا بس اسید اونا پشتیبانی اگر RDBMS ها در واقع گفتم ویژگی آنجا که مثلا دیتا استوریج بحث در واقع رو تیبل رو کالم ذخیره کن بعد اینتگریشن دیتا اینتگریشن چطور بحث کانکورنسی اونا از اکثرمون حالا اسکیل خانه تی اسکیل اسکیل سرور خانه اوراکل خانه اکثر اونها اسکیل ساختار دستور اسکیل پشتیبانی کن یا تی اسکیل در واقع پی اسکیل بعد دیتابیس اون ریلیشنال مثلا هم تیبل مختلف خانه اونا ریلیشنال به هم ارتباط خانه ریلیشن خانه اصلا اونا ویژگی اونه موضوع اون که استراکچر خواهد مثلا فرق نکنه بس اسکیل بودنه بس کوری اونا توشانو خواهد مایبه باید که ذره پیچیده تره از طرف یه سری توشتانو خواهد که هزینه کاستوی مثلا پرتر نسبت اساس سخت افزاری یه سری مزایای خواهد سری موارد بخواهد یه سری ادوانتج خواهد دیس ادوانتج خواهد بس پرفورمنسی ویژی با سناسه با توشتی که خانی در واقع متفاوته یه ذره نه خب یه چیز دیگه مثلا نو اسکیل ها گفتم ساختار مثلا اسکیل ها هر روی کل ساختار مثلا بگم ساختار مشخصه اما اسکیل ها هاکان نه اسکیل ها در واقع جورای دنه بعد انواع خود اسکیل ها انواع مختلف خانه کی ولی خانه به صورت داکیومنتی اونا هم سراغ نوسکیل چونی مونگو گپ کنه ردیس گپ کنه ساختارجی نشان داد اما فعلا در خود کلا کلی ویژن یا در اونو دیگه جزئیاتی گپ کنه در واقع یه سری داشته که های بحث روت اسکیل داشته که در واقع دیتا هم به صورت استراکچرال نیمه استراکچرال اصلا استراکچر خطر نه مثلا اون مختلف بحث پرفورمنسی متناسب با یه سری مثلا کارانا به نوسکیلنا پرفورمنس بهتر است سمت اسکیل سرور بهتره و ما مختلف داره مزایای جو بس اسکیل بودن اونا راحت‌تر نسبت اناچیان حالا هر جون اینم مزایای ادوانتجز خیلی دیگه ادوانتجز اونا فشن میگم متناسب با نیاز بفکری که جو درد آدم داخل هر سراغه بیا انجام بدی بس بکاپ گرفتن اون راحت‌تر اسکیل RDBMS راحت‌تر نسبت به اسکیل کلا orte RDBMS کوریز خستین آنجا راحت‌تره و هم داره سری محدودیت ها نخواهنه مثلا اونا یه ذره به هم متفاوت ام کلا چون آزون در مورد داد کور کار کنی دیتابیسی که داد کور های استفاده کنه اسکیل سرور دیتابیس خیلی مثلا چون پاش مایکروسافت در واقع خیلی در واقع شرکت کمپانی خوبه در واقع مایکروسافت خیلی امکانات خیلی مزایا انا در حال بیبیا کار معمولا خلق دیولپره که دات نت کار داره معمولا به اسکیل سرور کار داره ارتی RDBMS ها نه ارتی نوسکیل ها که دیتابیس جور استفاده داره ارتی اسکیل سرور هم قدرتی در جوره هم فوق العاده قدرتی در جوره پر در جوره پرفورمنس پر در جوره بحث نگهداری بحث مثلا هایابیلیتی ویژه پر برنده یه سری کار یا خواستی انجام بدی برنده مثلا کار نگهداری دیتابیس حتی اونا کار دی بی اینا اما کلا کار اچ ای اونا کلا انجام بحث در واقع کار دیتا پر سولوشن ورفش خواهد سولوشن خود اسکیل سرور سولوشن خواهد در واقع سرویس دنه کناره اسکیل سرور خواهد عشان کناری استفاده کنی و کلا مزایای پرخه اما باید درست استفاده کنی درست هم هنیجلا
ایجن گچر استفاده کی چرا بنویسی که چه مثل تیبلون چرا طراحی کی دیتابیس چرا طراحی کی اونا در مورد اوناش که گپ زدن چون اونا درست دیولپر کار دیتا نه اما اونا گره قطعا بزانه قطعا اصلا کار کرد اونا فعلا تا بیاندا بس ان شاء الله درس بدونه که من عملی کار کنی هر تیبل رو چه کنی در واقع دیتابیس رو کارهای سری کارها انجام دادی و نهایتش دوباره برگردی سمت دیتا در واقع دات نت کور ادامه دادی